چند روزی بود که داخل شهر لس سانتوس یه برف شدید گرفته بود و نمیدونستم که چی کار کنم. همه دوستان از شهر بیرون رفته بودن و یه دونه رفیقم هم داخل شهر نبود و فقط خودم. نمیدونستم که چی کار کنم و فقط مردم شهر بودن. برف اونقدر سرد بود که همه مجبور شده بودن در خونه‌شون رو ببندن. هر کاری کردیم نتونستم خودم رو گرم کنم. سلام بچه ها، من امیر حسین گیم هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بچه همونطور که شنیدید برف میزنه اصلا شدید، اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. برقم رفته بود، تازه اومد و تلویزیونم هم خاموش، همونطور که میبینید برفکی شده، روشن نمیشه. بچه بابای مجبورم برم بیرون. سرده. بچه ها اکنون معرفی میکنم دوست دخترم بچه ها اسمشم حدس بزنید چیه؟ اسمشم بارانه. خب باران یا سوار کدوم بشیم؟ سوار بچه مجبوریم بریم حاجی. اینا یخ نمیزنن، بعضیاشون با تیشرت، من دارم یخ میزنم با اینکه داخل ماشینم بخاری روشنه. وای باران چرا اینو باز؟ ای وای باران بیا دیگه. ماشین به تو میزد من حاضر نبودم. دقیقا یه سری وسایل رو باید میگیریم. باران بیا. بپردازیم. آقا یه خورده میوه بگیر. راستی بچه ها بخشید نتونستم داخل 2 تا ویدیو کانال یوتیوبمون بهتون سال نو تبریک کنم. سال نوتون مبارک. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو در کنار خانواده هاتون داشته باشید. خیلی خوب آقا. این از این. آقا نون رو باید یه خورده زیاد بگیرم. خیلی خوب 10 تا نون میگیریم. حالا ما که زیاد نیستیم، اونجور زیاد غذا هم نمیخوریم من و باران. خیلی خوب آقا گوشت بچه ها گوشت چند تا گوشت بگیریم. 5 تا گوشت. آقا سوسیس یه خورده بگیریم، همش گوشته. سوسیس هم 5 تا میگیریم. آقا سبزیجات نمیخواد زیاد. هندونه هم بگیریم. آقا داخل این فصل که هندونه نمیان، من نمیدونم. اینجا همه چی داره. 5 تا هندونه هم مالا میگیریم. آقا آب معدنی، آب. نوشابه نداریم، فکر کنم نوشابه تموم کردی. خود نوشابه بگیریم. آقا آب خیلی باید بگیریم، امکان داره لوله ها یخ بزنه و آب دیگه نباشه، یعنی بچه ها. خیلی خوب. باران کجایی؟ باران کو؟ باران اینجایی حاجی، من چطور ندیدمش بچه ها. باران بیا بریم ماشینمونو. خب بیا باران. آره غذا گرفتم. چه اول بریم به خورده بنزین بزنیم. چه خبره؟ 25 تا سکه. آقا برو دیگه. من هنوز نیومدم اونجا وای میسته. این یارو چی جلقک بی‌ناموس. برو. خب بچه ها بیاید اینجا ببینیم چی داره اینجا. واجی
سیب که آقا اینا رو ولش کن آقا، اینا رو که ولش کن، اینا رو که تو آقا خیار آره دیگه خیار بگیریم بچه ها. آقا پیدا کرد بسید موزه 2 تا سکه میگیره. الان این 4 تا بیشترشون هم 4 تا. چی باران دوباره کجا؟ باران یعنی باران خدا عاشق قایموش این داره بازی میکنه اونجا باز خودش ولش کنه. آقا من حالا زیادی آقا یک سری اصلا یه میوه هایی رو میاره یعنی که اصلا آدم نمیدونه. باران کجای آجی؟ باران بیا دیگه لطفا سریع خواهشن. باران دهنت سرویس باران بیا دیگه. وای چون گفتم یه چند دقیقه داخل ماشین باشه الان حرکت میکنم. وای بچه باید بریم یه خونه جدیدی چیز پیدا کنیم. خیلی سرده هوا. میذارم که اینجا خیلی خوب. بارم بیا. این خونه جدیده خیلی خوب. خونه خوبه اجازه تکمیلی داره. غذا همونم که برای حداقل یه ماهی هستش. خیلی خوب. دارم میایم لباس مشکی موها سر همه چیز سبز مشکیه واسه من واسه همونم. خودت بشینیم باران نشستی الان بچه خیلی بده. وای این غذا رو مشمع هم نداد. مشمع هم نداشتم نداد گذاشتیم داخل دست. خانم باران شما همونجا بشین نیا دنبال من. دستشویی هم میخواد بیاد دنبالم یعنی خیلی خوب. اینا رو بذاریم داخل اینا رو همینجا بذاریم دیگه ول کن یخچال شاید برق بره. اینا همینجا میذاریم خیلی خوب ولش کن. اینا رو بذاریم کن. این چی میگه؟ وای آقا من نمیزنم کتی بیا. مجبور میکنن آدمو. دارم همونجا وایسا اینجا یکی داره زر میزنه بدی میزنه. احمق منو میزنی؟ نه تو میزنم حالا وایسا. کسی که اولین نفر شروع کرد زر نزمت زنبت زنه شصافت. باران خوبی؟ اصلا نمیدونم چرا کم حرفه باران. وای این لطیفه شبیه عمو حسن. باران داخل دست و پا نباش.
یه تیر تو مخ باران خالی کنم. همه منو میزنن. خب باران خوبی؟ باران بیا بریم این ماشین دیگه. از بیا اصلا بریم از همینجا بریم یه ماشین بهتر گیر بیاریم. خیلی خوب این ماشین باران خوبی؟ خب خدا رو شکر بیا بالاخره یه حرف بچه. خیلی خوب یه ماشین بهتر گیر بیارم. اوکی. آها اینا بزرگی داخل شهرن. از کامیون هم اینا بزرگترن. یلاش کن هستن اینا رو و دوستان بریم. بیا دیگه قایم میشه قسمت اون ماشین قرمز میخوام باشه. من پرسپولیسی هم میخوام ماشینم قرمز باشه. کی پیدا شد؟ داری میای باران؟ آره بیا بریم. خیلی خوب اوکی. آها جا بسم الله. بچه های راز کنید شهر لس سانتوس هست. البته اینم اسم این شهر ما لس سانتوسه. این شهر جی تی ای رو نشون میده بچه. چه عجیبه. به نظر شما شبیه شهر لس سانتوس نیستش؟ لس سانتوس جی تی ای میگه. آقا الان چرا همه تفنگ دار شدن؟ خدا رو شکر همونطور جاده ها بسته نشد بچه. بچه بریم دیگه. خیلی خواه یه خورده بریم بچه دیگه. بسته دیگه. خب بچه هایی که همه ویدیو رو دارید نگاه میکنید همین قلبه یه قلب زرد داخل کامنت ها بذارید که من بفهمم که داشتید تا آخر این ویدیو رو نگاه میکردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه و داخل کامنت ها بنویسید که پارت 2 این ویدیو رو هم بذارم یا نه. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.